5 موقعیت که باید توش سکوت کنی. 1. وقتی کسی داره از احساساتش برات میگه، سکوت یعنی احترام. یعنی شنیدن واقعی. پس سکوت کن. 2. وقتی توی جمعی هستی و همه دارن تو حرف هم میپرن، سکوت تو یعنی بلوغ. یعنی تو به خودت مسلطی و دیگران تأثیر روی تو ندارن. 3. وقتی کسی نمیذاره حرف تو تموم کنی، سکوت یعنی آگاهی. یعنی دونستن این که این مکالمه ارزشی برای ادامه دادن نداره. 4. وقتی داری درون ذهنت دنبال جواب میگردی، سکوت یعنی اتصال به درون. یعنی جایی که جوابهای واقعی منتظرتن. 5. وقتی لحظه زیبا و عمیقی رو تجربه میکنی، سکوت یعنی حضور. یعنی زندگی کردن در لحظه بدون حواس پرتی. یاد بگیر که همیشه لازم نیست چیزی بگی. گاهی فقط کافیه باشی. همین بودن یعنی یه دنیا آگاهی.